و مکتب توحید و قرآن کریم در خطر بسیار بزرگی قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با شخصیت با عظمت باب الحوائج حضرت امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما، یکی از سوالاتی که ممکن است مرتباً مطرح شود این است که چرا اون حضرت را سالهای متمادی در زندان انداختند. این است که علت زندانی شدن امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما چی بود؟ وقتی تاریخ را بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه، اسلام و مکتب توحید و قرآن کریم در خطر بسیار بزرگی قرار گرفت. فرقه ها و نهله هایی به وجود آمد، ناووسیه و افتحیه و اسماعیلیه و امثال اینها. حتی از درون بنی هاشم کسانی بودند که در آلت دست دشمن قرار گرفتند و دشمن از اونها سوء استفاده کردند و وسیله خود اونها میخواستند ضربه بسیار مهلک به اسلام و مکتب توحید وارد کنند. و اینجا امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما نقش برجسته ای را ایفا کرد و حقیقتا آیات قرآن کریم که میفرماید الله اعلم حیث یجعل رسالته خودش را نشان میدهد که خدای متعال میداند چه کسی را به عنوان رسول خودش، به عنوان منجی دین، به عنوان مجری دین، به عنوان کسی که میتواند دین را سکانداری کند، خصوصا زمانی که این کشتی دین در امواج بسیار بزرگ متلاطم می شود. چه کسی می تواند این کشتی را ناخدایی کند؟ او را خدا می شناسد و معرفی می کند. و وجود نازنین امام موسی بن جعفر سلام الله علیه در اتفاقات بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه نقش برجسته ای را ایفا کرد و اسلام، قرآن و مکتب توحید را از خطر نجات داد خدای متعال به وسیله امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما. اینجاست که دشمن حساس شد. دشمن فهمید اگر موسی بن جعفر سلام الله علیهما را آزاد و راحت بگذارد نمیتواند به اهداف خودش برسد، ولذا امام سلام الله علیه را از این زندان به اون زندان می برد، سالهای متمادی زندانی کرد. سوال دیگری که مطرح است این است که خب چرا زندانها را تغییر می دادن؟ باز هم معلوم است که شخصیت نازنین و معنوی و مهربان و رؤوف و دلسوز و خردمند امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما اونقدر تأثیرگذار بود که زندانبانها و حتی بدترین هایی که اونجا در رفتارهای بد معروف بودند اونها را با اخلاق حسنه خودش جذب و از اونها بنده های خالص خدا می ساخت. یعنی زندان تبدیل می شد به مهد پرورش بندگان خدا. زندان تبدیل می شد به یک مکتب انسانسازی. چقدر افرادی بودند که در اون زندان ها به بندگی خدا رو می آوردند و بنده خدا می شدند و وقتی خبر به هارون الرشید ملعون می رسید او می گفت سریعا حضرت را از اون زندان خارج کنیم به زندان بعدی. این علت این بود که حضرت باز در زندان هم به وظیفه خودش عمل میکرد. حقیقتا امامی که از جانب خدا تعیین شده باشد همین است. فرمایش بلندی از امام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که فرمود برای من خلافت ملاک نیست، برای من امامت و خدمت و انجام وظیفه ملاک است. اگر علی بودی در گوشه خانه هم خدمت میکنی و از دین دفاع میکنی، اگر علی نبودی در مسند خلافت هم که باشی نمیتوانی خدمت کنی. اینجا امام موسی بن جعفر سلام الله علیه امام الهی است. او میتواند خدمت کند گرچه در زندان باشد. آخرین زندانبان سندی بن شاهک ملعون یهودی بود و شما جوانهای عزیز خصوصا این را میدانید و باید بدانید که دشمنان خونی ما مسلمان ها همین اسرائیلی ها، همین صهیونیست هاست
که اینها به هیچ وجه به مسلمان ها رحم نمی کنند و به هارون گفتند که اگر می خواهی کسی باشد که بتواند موسی بن جعفر سلام الله علیه ما را کنترل کند، باید شخص زندانبان غیر مسلمان باشد. همین گونه شد و اون سندیه بن شاهک بود که توانست به امام سلام الله علیه زهر بنوشاند و حضرت را به شهادت برساند. و ما امروز باید این نکته را از این تاریخ بگیریم که دشمنان خونی ما صهیونیست هاست، همین صهیونیست هایی که امروز این همه مسلمان را به شهادت رساند و امروز هم هنوز مصمم است که به جنایات خودش ادامه بدهد. جوانهای مسلمان در جای جای دنیا باید تلاش کنند که در مقابل صهیونیست ها از هر جهت بایستند و انشاءالله روزی برسد که ما نابودی صهیونیست و اسرائیل غاصب را ببینیم. دو سه تا جمله بسیار کوتاه از اون امام همام را برای شما قرائت میکنم و صحبت را با این جملات پایان میبخشم. یکی از فرمایشات ایشان در رابطه با توکل به خدای متعال، کسی که خدا را داشته باشد همه چیز دارد، میفرماید من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. کسی که بخواهد قوی ترین و سرسخت ترین انسان در مقابل سختی ها و شدائد و شکست ناپذیر باشد، پس باید خدا را وکیل خودش بگیرد، توکل به خدا بکند. در بهار الانوار این حدیث آمده است. یک نکته زیبا و پایان بخش صحبت من از امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما این است که فرمود ما من شیء تراه عیناک الا و فیه موعظه. چیزی در این دنیا نیست که چشمان تو اون را ببیند، این چیزی نیست جز موعظه برای تو هست. ببینید امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما برای ما کد میدهد، کلید میدهد که از چشم چگونه استفاده کنیم. امروز یکی از بلاهایی که زندگی های ما را میتواند نابود کند یا روند خوب زندگی ما را مختل کند، سوء استفاده از چشم است. در حالی که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه چه زیبا میفرماید که با چشم قسمی به جهان نگاه کن که همش موعظه باشد، تو را موعظه کند و مایه سعادت و خوبی و رستگاری تو شود. با سلام و درود فراوان به روح آن امام همام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.